نشر ثبت ویدیو کامراهای نظارتی که با ادعای مقامات در آن لحظه لطکوب سردار اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان لطفالله نوروزوف از جانب محمد باقروف یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان ثبت شده است، در جامعه واکنش‌های گوناگون را به وجود آورده است. یک گروه از محمد باقروف مذمت میکنند که قسم میخورد که رئیس معارف را نزده است، ولی این ویدیو نشان داد که او دروغ میگفته است. این ثبت و مراجعتنامه نوروز یک بخش زادگان نویه ونج را هم نسبت به لیدران غیر رسمی بدخشان دلسرد کرد. اما طرفداران محمد باقروف مطمئنند که این ویدیو دستکاری و حتی صحنه‌سازی شده است و در اصل نفری که شام 29 ینور به بنای اداره معارف در آمده سردار اداره معارف را زده است باقر نیست. در عکس‌های مقایسه‌ای که کاربران از این ویدیو برداشتند چند حالت ضد و نقیض به مشاهده می‌رسد. در نوار ساعت لطکوب شام 29 ینور سال 2022 ساعت 18:21 نشان داده شده است که 4 دقیقه از آن پیش طور در ثبت می‌بینیم یک نفر درون نقاب وارد بنا می‌شود، اما طور کاربران مشاهده کردند او به ظاهر نظر به باقر زیر سن 60 خیلی جوانتر بوده، در تنش کورک کاموفلاژ حربی دارد و رنگ شیمش نیز دیگر است. اما در جای دیگر باقر رو می‌بینیم که در تن لباس ملکی دارد و کورتکش هم حربی نیست و رنگ شیم نیز از آن نفر اول فرق می‌کند. به فرق از این دو نفر نوار خود لحظه لطکوب سیاه و سفید است و از آن مشکل است معین کردن که زننده کیست. اما دادستانی ولایت بدخشان گفت در این نوار محمد باقروف هنگام لطکوب نوروز ثبت شده است و در پی شکایت جبری دیده به ضد محمد باقروف بر اساس 4 بند کودکس جنایتی با اتهام استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت و ایران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز کردند. دادستان ولایت پرویز عارفزاده گفت حادثه روز 29 ینور امسال روی داده است، ولی محمد باقروف از دعوت مقامات تفتیشات سرکشی کرده برای بازپرسی حاضر نشد. محمد باقروف افسر سابق قشون‌های مرزبانی تاجیکستان یکی از پرنفوذترین لیدران غیر رسمی بدخشان به شمار می رود. او در محله برخاروق زندگی می کند و گروه‌های اساسی طرفدارانش نیز در همین جاست. هنوز تا حادثه‌های اخیر روز 14 اکتبر سال 2021 محمد باقروف در یکی از پاسگاه‌های شهر خاروق بازداشت شده بود، ولی طرفدارانش به آنجا رسیده او را خلاص کردند. گفته میشد در جریان مناقشه طرفداران او با مقامات یک افسر میلیسا را با تبر زخمی کردند، ولی اون وقت طرفدارانش توانستند مانع بازداشت باقر شوند.